اکرم وقتی میبینه این دست کارگری است، خم میشه، میبوسه پیغمبر. در یک روایتی دارد که یه جوانی از جلو پیغمبر، جوان برازنده‌ای بود، پیغمبر خوششون آمد از این جوان، زاران را صداش کردن فلان، 2 سوال ازش کردن. یکی این که گفتن ازدواج کردی؟ گفت نه. گفتن کارت چیه؟ گفت بیکارم. پیغمبر فرمودن سقط من عینی، از چشمم افتاد این جوان. مسئله کار اینه ها، سقط من عینی. این جوانی که حالا پیغمبر از رفتارش و از مثلا حرکاتش و اینا جوان برنده خوشش آمده بود، پیغمبر گفت چشمم افتاد به خاطر اینکه دنبال کار بود. به کار اینجور اسلام نگاه